خبری رقم یک: عزت امان را شاید آزاد کنند. سعید برهان شریپوف، ادوکات عزت امان، روز 22 اپریل به خبرگزاری آزیا پلیوس گفت نفر تحت حمایه وی از جانب مقامات تاجیکستان بر اساس تنها یک ماده کودکس جنایتی به قلابی عیبدار می شود و طبق قانون عفو در صورت جبران ضرر جبری دیده ها می تواند از جوابگری آزاد کرده شود. سعید برهان شریپوف گفت به عزت امان در مجموع 5 شکایت وجود دارد که او از این شماره 4 شکایت را اعتراف کرده است. ادوکات عزت امان گفت که تا کنون زیر حمایش به سزا یا بازداشتگاه تفتیشاتی انتقال نشده در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخله قرار دارد. امید داریم که به سزا انتقال نشده پرونده حل خود را پیدا می کند. ما تلاش داریم پرونده مذکور قطع گردیده حمایتگر من آزاد کرده شود. اینچنین موافق قانون عفو سال 2019 اگر جنایت هایی که ضررهای مادی دارند و این ضررها برقرار کرده شوند عفو نسبت بازداشت شده تطبیق کرده می شود، گفت سعید برهان شریپوف. ادوکات عزت امان به آزیا پلیوس همچنین خبر داده است که تازه روز 22 اپریل با او در تحقیقگاه وزارت کارهای داخله ملاقات داشته است و او از شرایط بازداشتش و مناسبت مقامات شکایتی ندارد. ماه مارس دادگاه نهایی تویر شهر مسکو شهرونده روسی عزت امان را که هنوز سال 1996 به دست آورده بود بیکار کرده و علاکه روز 25 مارس او را به تاجیکستان اخراج کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز بعد اعلان کرد که عزت امان در این وزارت در بازداشت قرار دارد و به ضدش با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند.